در این ویدیو میخوام به شما یک روش خانگی برای از بین بردن زگیل‌ها و منگوله‌های پوستی آموزش بدم که 100% مؤثره و در کمتر از 24 ساعت شما رو از دست زگیل‌هاتون خلاص میکنه. همچنین قراره به شما یاد بدم که چگونه از بازگشت این زگیل‌ها و منگوله‌های پوستی جلوگیری کنید. ما در علم پزشکی در مورد این زگیل‌ها و منگوله‌های پوستی چی میدونیم؟ میدونیم که ظاهر شدن اینها یک روش برقراری ارتباط بدن با شماست. یعنی بدن شما میخواد بهتون نشون بده که یک مشکلی در جریانه و شما باید به اون مشکل توجه کنید. همچنین میدونیم که رشد سلولی در جریانه که یک پاسخ آنابولیکه، چون آنابولیک به معنای رشد کردن چیزیه و زگیل در واقع یک تومور کوچک خوشخیمه. تومورهای خوشخیم سرطان نیستن. زنان استروژن بیشتری دارن و با باردار شدن یک خانم ما شاهد بروز بیشتر زگیل‌ها هستیم که همین دخیل بودن استروژن رو تایید میکنه و اینکه استروژن یک هورمون آنابولیکه و هرچی چاقتر باشید استروژن بیشتری تولید خواهید کرد. همچنین میدونیم که افرادی که درگیر دیابت، چاقی و سندروم تخمدان پلیکیستیک هستند اکثراً زگیل‌های پوستی دارن. بر اساس یک تحقیق که روی افراد درگیر زگیل‌ها و منگوله‌های پوستی انجام شد، تقریباً تمام اونها مقاومت به انسولین داشتن. بنابراین میدونیم که یک ارتباط بسیار قوی بین زگیل‌های پوستی، مقاومت به انسولین و تریگلیسیرید بالا وجود داره. سرنخ مهم بعدی ما HPV یعنی ویروس پاپیلومای انسانی. HPV فقط یک ویروس نیست و بیش از 100 نوع مختلف داره و در بین ما بسیار رایجه. بیش از 80% افرادی که رابطه‌های جنسی متعدد دارن به این ویروس مبتلا هستن. نه تنها مردان که بیش از 300 میلیون زن در سراسر جهان این ویروس رو دارن. 14 نوع این ویروس میتونن سرطان ایجاد کنن. اما این به این معنی نیستش که اگر HPV دارید حتما سرطان خواهید گرفت. خیر. آنچه که باعث میشه کسی به سرطان مبتلا بشه یا نشه عواملی مثل محیط زندگی، سبک زندگی، آنچه میخورید، آنچه میآشامید، آنچه هر روز بارها در معرضش قرار میگیرید و حتی به سطح استرس شما بستگی داره. در عین حال باید بدونید که 4مین علت شایع سرطان دهانه رحم در زنان HPVه. بنابراین این مسئله بسیار بزرگیه و شما 100% باید کارهایی رو انجام بدید تا این ویروس زیر نظر و در کنترل باقی بمونه. سوال اینجاست که چرا سیستم ایمنی بدن این ویروس ها رو یک بار برای همیشه نابود نمیکنه و شما رو اینقدر عذاب میده؟ چون وقتی شما به یک ویروس آلوده میشید سیستم ایمنی شما میخواد با اون ویروس مبارزه کنه، اما مشکل اینجاست که این ویروس ها خیلی زرنگ شدن و یاد گرفتن مخفی بشن و بعضی وقتا اصلا هیچ مشکل خاصی در بدن ایجاد نمی کنن. بنابراین هیچ زنگ خطری برای سیستم ایمنی بدن شما ارسال نمیشه. حالا این ویروس ساکت میمونه، صبر میکنه تا زمانی که سیستم ایمنی بدن شما ضعیف بشه. مثلا وقتی سن شما بالا میره و یا در شرایط تنش‌زایی قرار میگیرید و استرس شدیدی دارید. اون موقع است که میاد بیرون، عرض اندام میکنه و درست زمانی که از پا افتادید به شما حمله ور میشه. درمان خانگی ساده در عین حال بسیار مؤثر برای از بین بردن زگیل‌ها و منگوله‌های پوستی از 2 چیز تشکیل شده. اولیش یوده. یود HPV رو مهار میکنه و به تنظیم استروژن هم کمک خواهد کرد. یودی که باید تهیه کنید پوویدان آیودین بتادین خودمونه. محلولیه با جذب بسیار بالا که ازش برای درمان سوختگی، عفونت‌های واژن، از بین بردن ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها و میکروب‌ها استفاده میکنن. در یک تحقیق علمی بالای 70% نتیجه داده، اما اگر بخوایم نتیجه رو به 100% برسونیم باید بهش یک ماده دیگه اضافه کنیم، یعنی سیر. سیر نه تنها برای ویروس ها که برای سرطان هم بسیار کشنده است،
بنابراین ترکیب یود با سیری که ضد میکروب و سرطانه بسیار ترکیب قدرتمند و کشنده‌ای برای منگوله‌های پوستی و انواع زگیله. حالا چگونه این درمان خانگی رو درست کنیم و دستور استفاده چطوریه؟ یک ظرف کوچک برمی‌دارید، مقداری سیر له می‌کنید، به مقدار 1/8 قاشق چایخوری آب سیر به دست میارید. حالا یک ظرف دیگه برمی‌دارید، چند قطره یود میچه کنید و بعدش مخلوط خواهید کرد. محلول به دست اومده رو به صورت موضعی روی زگیلتون میمالید و بعدش چسب زخم میزنید. این کار رو روزی 2 بار تکرار خواهید کرد. سیر تازه، چند قطره یود مخلوط کنید، با استفاده از یک گوشپاک کن روی همون زگیل بمالید، چسب زخم بزنید. حتما توصیه میکنم باقی سیری که له کردید رو میل کنید. و هر روز زینک هم مصرف کنید. زینک برای کنترل ویروس ها به ویژه HPV بسیار مفیده. در اکثر مواقع بین 12 تا 24 ساعت زگیل ها کاملا ناپدید میشن. اما بعضی وقتا ممکنه تا 2 هفته هم طول بکشه. پس هر روز 2 بار ادامه بدید این کار رو و حتما با گذشت زمان شاهد کاهش تدریجی سایزشون خواهید بود.